واقعا طلب علم امروز حکمش فرض عین است. مادامی که رغبت دارید، مادامی که در قلبتان محبت طلب علم در آمده است، طلب علم کنید. برای چی؟ برای آنکه من خیلی که در صحبت‌های گذشته گذاشتیم، پیشتر زیاده از 60 مدرسه داشتیم در تاجیکستان. غیر از این تمامی مردم به کشورهای گوناگون سفر میکردند. در عربستان، در چندین شهرهاش، در یمن، در دمشق، در اردن، در مصر، در پاکستان و افغانستان و هندوستان، در زاهدان ایران، در بسیار جایها مردم طلب علم میکردن. در آن حالت بله فرض کفایه بود. حالا باشد من گمان میکنم که فرض عین است. برای چی؟ برای آنکه بعد 10 سال حالا کم آدم باقی مانده است از دامله‌هایی که به مردم علم میگن. اینها مردند. فردا به فرزندای ما کی تعلیم میدهد؟ یعنی کی شریعت به مردم میرساند؟ بله مادامی که یعنی که رغبت به طلب علم دارید، امید میکنیم که طلب علم الان فرض عین است. روید تعلیم گیرید، مقصد با راه درست آموخته به مردم شریعت رسانید. بله، یعنی گفتند که پدر و مادر اجازت نمیدن، برای همین رفته نمیتوانند. یعنی چند روز پیش که قانع نشدند باز قانع نمیشوند. یعنی به این سوال جواب گویید. پدر و مادرشان راضی نیست. عین که گفتیم فرض عین مانند نماز بامداد، مثلا 2 رکعت نماز فرض بامداد فرض عین است. فرض کفایه نیست که 10 نفر آدما اشتراک کنند خوانند نماز دیگران سوای. فرض عین باید هر آدم خودش اجرا کند. یعنی گاه بعضی فرض‌های عین است که به یک آدم فرض عین میشه. مثلا الان بیان شریعت برای ما فرض عین است. اگر بیان نکنیم گناهکار میشیم. الله تعالی در سوره بقره گفت که آنهایی که علم دارند و علم به مردم نمیرسانند اونها روز قیامت لعنتی هستند. یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. الله تعالی آنها را لعنت میکنه، علم دارا را. علم داری بسیار فضیلتی خوب است، لیکن نرسانید لعنت میشید. الله لعنت میکند و با لاعنون گفت، لعنت کننده ها گفت و عام گپ زد، یعنی لعنت کننده ها لعنت. بعد در دوام آیه گفت که اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. این خیل عالم ها را الله تعالی لعنت میکند، فرشته ها لعنت میکند، تمام انسان ها لعنت میکند، حتی کافرهای هم عالم مسلمان لعنت میکند. برای چی؟ برای اینکه اگر تو میرساندی شاید امروز ما مسلمان میشدیم. اگر تو ای عالم مسلمان تو اگر خاموش نمی ایستادی و ما دعوت میکردی امروز شاید ما کافر نمیشدیم و امروز به دوزخ نمی آمدیم. گفته لعنت میکنه. یعنی از همه یعنی تاثیر آورش این است که کافرها هم لعنت میکنه. یا داملای تاجیک است، یا داملای تاجیک است، عرب است، ازبک است، هر آدمی که علم دارد آموخت، 20 سال آموخت، 30 سال آموخت، شریعت به مردم نمیرساند، داند که فردا روز قیامت از جانب الله تعالی هم، از جانب فرشته هم، از جانب مردم هم لعنت کرده میشد. یک استاد بزرگوار ما در مسجد نبوی درس میدادن، یعنی که در مجلسشان زیاده از 2000 آدم میشیشت زنده، یعنی که آنلاین نیست، زنده مردم اومدن می نشست در مجلس. در یک هفته یک مراتبه بود بین شام و تا خفتن. غالبا دوره های هم میشد گاه، لیکن اکثریت فقط شب پنجشنبه، بیگاهی پنجشنبه از نماز شام تا خفتن یک هفته و 1 ساعت. با وجود همین با گاه ها نمی آمدن استاد، گاه ها نمی آمدن. مردم همین قد آدم می بیاد میشیند و می بیند که درس نیست با پراکنده میشد. بعد یه بار شنیدم که میگفتن که هر درسی که من ناآمدم، هر مجلسی که من ناآمدم برای درس گفتن، مگرم در نزد پروردگار من جواب آماده کردگی هستم. به هر 1 ساعتی که ناآمدم من جواب تیار کردگی هستم. یعنی سبب ناآمدنم کاری بود که از این دیده بزرگتر، عظیمتر یا عذر شرعی داشتم که در پیشگاه پروردگار واضحانه برای جواب گفته میتونم. یعنی اون در مدینه پوری علما، حلقه های علمی در مسجد نبوی پور است. اینش نباشد اونش میشینید. لیکن با وجود این هر درسی که من نمیبیام من در پیشگاه الله تعالی جواب تیار کردگی هستم. یعنی که هر یک طالب علم
یا برادری ما در درسی انا همین استاد معینم در دانشگاه خواب کرد. وقتی که خواب کرد استاد بیدار کرد گفت که فلانی تو انا همین کرسیه که نشستی از بالای میلیون آدم جواب میتی روز قیامت. واقعا نمیخوام مثلا از تاجیکستان همون وقت 6 میلیون اهالی بود 6 نفر قبول شده بودیم. یعنی از 1 میلیون 1 طالب علم قبول میشد غالبا. یعنی همین یک طلبه باید به 1 میلیون آدم اقلا خدمت کند. وقتی که تو در درس خواب میکنی 1 ساعت اگر درس خواب کنی چند مسئله میشد. 1 ساعتی ما اگر من مسئله تیوه گرفته مسئله بندی کند مسئله معناش چی است؟ مسئله معناش 1 سوال به 1 جوابی کوتاه مسئله میشه. و این وعده الله تعالی هست که این تنصر الله ینصرکم، اگر شما به دین الله تعالی نصرت دهید الله تعالی به شما نصرت میدهد. حتی الله سبحانه و تعالی با ندای کرامت این آیت را شروع کرد. یا ایها الذین آمنو، ای آنهایی که ایمان آوردید، ای مسلمان ها، این تنصر الله ینصرکم، اگر شما الله تعالی را یاری دهید نتیجهش چی است؟ الله سبحانه و تعالی شما را یاری میدهد. و یثبت اقدامکم، قدم های شما را استوار میگرداند. قدم هاتون استوار میشه در آمدن بلا و مصیبت. اگر شرطش است اگر دین الله تعالی را نصرت دهید. شما به پیشتون سوال گذارید آیا دین الله تعالی را نصرت داده استاده دیانه؟ برادران عزیز، اهل علم، دانشمندا، ملاها، واقعا یعنی وقتی که من یک خاطر رسان میکنم این معنای اینه ندارد که من از شما داناتر یا یک آدمی عامی یا داملا را اگر نصیحت کند این معنای آن ندارد که اون عامی از داملا عالمتر. امر معروف این به همه عام است. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. در جای دیگر و ذکر و مسلمان ها را پند گوی، خاطر رسان کن. خاطر رسان کن یعنی وقتی نماز شد گفته خاطرش رو بیارید هیچ گپی ندارد کو. شما گویید که مثلا وقتی نماز شد داملا گویید اگر این معنای آن ندارد که شما از داملا داناتر. یعنی وقتی که من امروز شما رو نصیحت میکنم این معنای آن ندارد که من از شما داناتر، لیکن من باید وظیفه اجرا کنم. خاطر رسانی برای تمام طالب علما، آنهایی که یک عمر یک قرآن چند ماه چند سال حفظ کرده، بعضی برادران در مدت 5 سال قرآن از یاد کردن، 5 سال دانشگاه خواندن، 5 سال دیگه امام و خطیب بودن مثلا. باید یعنی یک راهی درست انتخاب کنید. فردا همه ما از این دنیا میریم. داملاهای قدیم در ایام شوروی با یک ترس با یک هراس این شریعت اسلام را در مدت 700 سال برای ما حفظ کردند. وقتی که شوروی که از بین رفت الکی مردمی تاجیک دین داشت، علم داشت، مسجدها کشاده شد، امر معروف بود. این دلالت میکند که این قدر داملا داشتیم. یعنی این تنصر الله ینصرکم این شرط است برادران. اگر شما نصرت دین کنید الله تعالی شما رو نصرت میده. یعنی مفهوم مخالف، اگر شما نصرت دین نکنید الله تعالی شما رو نصرت نمیدهد و اینچنین قدم هاتون هم استوار نمیکنه. قدم هاتون استوار نمیشه، با یک اندک باد و شمال میغیجید، میلغزید به باطل، به بلا، به عذاب، به دوزخ، به فتنه. بنابراین بازگشت به این دین مقدس اسلام کنید که این دوای عموم هست، این به همه داخل دارد. هر یکی ما و شما باید بازگشت به این دین مقدس اسلام کنیم. در این حالت به ما نصرت این وعده الله تعالی است. او عنیق می آید، نصرت عنیق می آید.